بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا من الماء كل شيء حی صدق الله العظیم. و ما همه چیز با واسطه آب حیات بخشیده ایم. جای خوشحالی و سرور است که بنیاد یا ارگانیزیشن اسلامیک اوسس افتخار دیگه کسب کرده است در منطقه‌ای که مردم با قلت آب و آشامیدنی روبرو بودن. اینجا چای افر کرده است. الله سبحانه و تعالی در اجر پاداش و حسنات اینا حساب کنه. کودکای قد و نیم قد واقعا بخاطر آوردن و یا تهیه کردن آب مناطق بسیار دوردست را می پیمودن و از درس و سبق از همه چیز می ماندن تا اینکه یک بشکه آب به خانه بیارن. با اهالی و همچنان عزیزای منطقه صحبت میکنیم تا ببینیم که چقدر نیاز بوده است که این چای آب در این منطقه حفر شود. چطور برادر محترم خوب هستین؟ افر چای آب چقدر مشکلات مردم در این ساحه حل کرده؟ خیلی مشکلات مردم حل کرده. و چی تعداد خانواده است در اینجا؟ تقریبا 100 خانه است. 100 خانه است. قبل از اینکه این چای در این منطقه افر شود مردم از کجا آب می آوردن؟ از بسیار جای دور می آوردن. خب باید در صورتی که یخ کم میزد ما تا جایی که فکر میکنم کودکای خردسال معمولا بشکه می درست است می آوردن اشتکای بسیار خرد. حالا خب ان شاء الله کی مشکلاتتان حل کرده است. مشکلات حل شده. ممنون زنده باشین. جای خیلی خوشحالی است یک بار دیگه و ما سپاسگزار هستیم از خواهر ما شاهده عمر که اسپانسر شدن. فراموش نکنین که اسلامیک اوسس در افغانستان چاهای متعدد افر کرده که یکی از افتخاراتش چای شماره 41 است. با این قندولک صحبت میکنم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خوب هستیم شکر. سابق پیش از اینکه چا افر شد از کجا می آوردی؟ از راههای خیلی دور می آوردیم. چند ساعت یا چند دقیقه وقت می گرفت؟ 1 ساعت می گرفت. خب حالا 1 ساعت از اینک درس بخوان ان شاء الله. درست است؟ درست است. پیش از اینکه چای اینجا افر شود آب از کجا می آوردی؟ از خیلی دور جای. دور؟ صبح وقت می آوردی یا شام یا دیگر؟ نه صبح بعد از چای می آوردیم. بعد از چای عوام خیلی سرد نه؟ حال مشکل تا حل میشه واسه چای آب؟ خب یک بار دیگه بازم سپاسگزار هستیم از خواهر ما شاهده عمر. السلام علیکم و رحمت الله.